بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بيان طريق نجاتان ایمان دارن و خود را مؤمن معرفی میکنن از این گروه ها و آنهایی که خود را یهودی معرفی میکنن آنهایی که صابئونن این الف صابئون مرفوع بر اسم ان که اسم ان در حقیقت مرفوعه یک ترکیبی هست شما را گیت نکنن چون الذین موصول الله سلام منصوب اسمه و الذین هادو هم موصول الله سلام عطف بر اون و صابئون مرفوعه عطف کردن بر اسم ان هم منصوب خوانده میشه هم مرفوع خوانده میشه جایزه ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى کامیاب از این فرقه‌های کانایی که خود را مؤمن میکنه این صفت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا که یهودیان صفت امت حضرت موسی صابئون اینها خود را به حضرت ابراهیم نسبت میدادن ستاره پرستش میکردن ستاره پرست میکردن نصارا که خود را به حضرت ناصر دین حضرت عیسی میدادن از این گروه ها من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم کسانی از این گروه ها که ایمان به خدا داشته باشند و به روز آخرت داشته باشند عمل صالح کنند خوف بر آنها نیست و حزن نیست از این گروه ها هر که در این صفات ها ایمان به الله داشته باشند ایمان به یوم آخر داشته باشند مبدا و معاد و اعمال صالح کردن میتونن انجام بده دلیل ایمان است اعمال صالح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ذات و بیان امراض ثلاثه اهل کتاب نقض عهد تکذیب رسول قتل رسول ما گرفتیم عهد و پیمان از بنی اسرائیل و برای احیای این عهد و پیمانها که همه با اعتقاد کنید انبیا این پیمان را و این عهد را و قرارداد را ما از بنی اسرائیل گرفتیم و اعزام کردیم طرف بنی اسرائیل و پیامبرانی را پشت سر هم کلما خلاصه این عهدها را شکستند کلما جاءهم رسول هر زمانی که یک پیغمبری برای ارشاد و رهنمایی بنی اسرائیل تشریف می آورد به آن دستوری و به آن مذاهب و عقیده‌ای که لا تهوا انفسهم نفس این بنی اسرائیل اون چیزها را نمیخواست لذا چکار کردن طریقا کردن یک عده را از رسولان الهی تقلیل کردن اونهایی که فامیل و قوای داشتن لذا آنها را تقلیل کردن و فریقا یقتلون و یک عده را آنها قتل عهد را هم نقض کردن و یک عده از انبیا را قتل کردن یک عده را تکذیب کردن با وجود این همه بی‌ایمانی و قساوت قلبی و سختی فکر هم کردن که الله تکون فتنتون این اعمال منجر به عذاب و فتنه نمیشه با وجود این همه تباهی و تنگدلی و جفا فهم باز کور ماندن فطرت آنها مسخ شد و سمو کر ماندن ثم تاب الله علیهم باز از مدتی الله تعالی بر آنها رجوع کرد و نبی آخر الزمان آنها رجوع در طول تاریخ آنها به مرضها مبتلا بودند الله تعالی بر آنها رجوع کرد و نبی آخر الزمان را مبعوث کرد ثم عمو بعد از بعثت این نبی هم اینها در حال کوری ماندند و سمو و در حال کری ماندند بسیاری از آنها این کثیرون بدل از ضمیر عمو و سمو والله بصیر بما یعملون الله تعالی بصیر آن چیزها عمل خب فتوای اول همین بود که یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم این فتوا و مسئله دوم که احتمال خیلی زیاد دارد و خدا و پیغمبر دستور داد که به دستور ثابت
شما تبلیغ را ادامه بدهید. آنچه ما میگیم این رحمه الله اینم در بلغ ما انزل الیک داخله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مسیحا بنی اسرائیل کا همه می هستند که حضرت عیسی علیه السلام آخرین نبی برایشون مبعوث شد. پیامبرش اون سه نبی که در سوره یاسین هست هم معینند. در اصل نبی حضرت عیسی و آنها نبی کمکی هستند، همانطوری که برای حضرت موسی علیه السلام هارون یک نبی کمکی. نصارا به چه فرقه تقسیم شد؟ یک فرقه به نام یعقوبیه گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شد. یک فرقه دیگر نسطوریه و ملکانیه گفتن سه اصل الله، جبرائیل، عیسی. الله ثالث ثلاثه وحدت ربین تن. سه اصلا سومی این سه اصل الله تسلیسی اینها و یکی دیگه دسته اینها گفتن که ابن الله. الله تعالی فتوای کفر هر سه فرقه نصارا را با لقد کفر الذین با این کلمه تأکیدیه لام و قد و حرف تأکید وقتی بر سر ماضی بیان معنی قسم را میدهد. قسم به خدا که کافر شدن آنهایی که گفتن الله همون مسیح ابن مریم است، الله به صورت مسیح ظاهر شده. حالا که خود مسیح علیه السلام فرمود او بنی اسرائیل بدبخت اعبدوا الله ربی و ربکم، پرستش کنید الله را که رب من و رب شما است. انه من یشرک بالله، شانی است ضمیر نو ضمیر شان ہے. ہر تبا خدا شریک کند در عبادت غیر او را تو فقد حرم الله علیه الجنہ، اللہ تعالی بر او جنت را حرام کرده. جنت بر مشرک حرام است و مأواه جهنم، برای ہمیشہ جایگاه او مشرک کے با خدا در عبادت کسی را شریک کرده جہنم است. وما للظالمین من انصار، نبی شفاعت تحریم نیست برای چنین ظالمین و مشرکین هیچ مددگاهی که شفاعت کند فریاد رسی کند او را هم نیست. فرقه دیگر نسطوریه و ملکانیه حضرت ثالث ثلاثه تقوی هم اللہ تعالی بیان کند. این هم در بلغ ما انزل داخل. لقد كفر الذين قالوا سبحان الله. اللہ تعالی قسم میخورد. چرا؟ نه خود اینها فکر میکردن که کافرند و نه مرید و اطرافیان و کفر خود را هیچ دسته‌ای قبولدار نبود، خصوصا از یهود و نصارا. یهود و نصارا توی جامعه بشریه و نسل مردم محبوبان خدا بودن، دوستان خدا بودن. اللہ تعالی بھی خاطر قسم میخورد و آنها کسی خاطر نمیخورد کافر براند. اللہ تعالی میگه لقد کفر الذین، به خدا قسم، به پروردگار تو قسم ای محمد که کافر مطلقا آنهایی که گفتن ان الله ثالث ثلاثه، الله سومی سه است. دو یکی حضرت سه اصلا لیکن اللہ سومی سه است. وما حالانک وما من الہ الا الہ واحد، نیست هیچ معبودی که لایق عبادت باشد غیر از معبودی یگانه. و ان لم ينتهوا، اگر اینها دست نکشند اما یقولون از آنچه که میگویند، یعنی از قول تسلیس تو میگیرد این کافران از اینها عذاب علیمی هم به اینها میرسه.
افلا یتوبون الی الله آیا اینا رجوع نمی کنند به طرف خدا ترغیب توبه از عقاید کفری و شرکی باز نمیان و آیا اینها بخشش نمیخواند از خدا به خاطر اون شرکا و کلمات کفری که قبلا اینها تلفظ کردند افلا یتوبون الی الله افلا یستغفرونه حالا که اگر اینها رجوع میکردند توبه میکردند و برای گناهان گذشته بخشش میخواستند حالا که الله غفوره برای تائبین و برای مستغفرین رحیم است گناه هم میبخشه جنت هم عنایت میکنه حالا حقیقت مسیر الله تعالی بیان میکنه نه جز خدا هست الله را سر اسمت کرده حضرت جبرائیل و عیسی و الله سه اصل بزرگ الله ثالث ثلاثه این تجدی الله یا گفتن الله حضرت سبحانه و تعالی به صورت مسیح ظاهر شده الله تعالی میگه امکان ندارد این حضرت عیسی نه جز خدا هست نه خود خدا هست نه فرزند خدا هست پس چیه حضرت میگه مل مسیح ابن مریم ببینید سروران گرامی قرآن با بت حرف نمیزنه ما میگیم بت پرست و حضرت مسیح را نصارا پرستش میکنه با سه عقیده ابن خدا هست جز خدا هست عین خدا الله تعالی به صورت مسیح ظاهر شده الله تعالی میگه ظالمی نه ابن نه جز نه الله هست مسیح ابن مریم رسول خدا من مسیح ابن مریم نیست مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول است نه الله نه جز الله نه ابن الله مثل انبیاء دیگر هم میگذرد قد خلت من قبل الرسل گذشته قبل از عیسی هزاران پیغمبر اون هم موت برای انبیاء آمده این هم یک نبی پرده برایش موت می آید قد خلت گذشته قبل از آن پیغمبرهای زیاد صاحب معجزه مادرش مقامی دارد و امه صدیقتون مادرش عیسی صدیقه هست به مقام صدیقی رسیده مقام صدیقین بعد از مقام انبیاء هست هیچ زنی را خدا پیغمبر و نبی نکرده مادرش هم به درجه نبوت نرسیده و امه صدیقتون مادر عیسی یک مادر پاک دامن و صدیقه هست نه خداست نه جز خداست یک صدیق خاتون است کانا یأکلان الطعام این مادر و این فرزند در زندگی خود مثل انسانهای دیگر و مثل انبیاء دیگر غذا می‌خوردند کانا یأکلان الطعام اینها مثل انبیاء دیگر مثل اولیاء دیگر مثل صدیقین دیگر هم مادرش هم خودش فرزندش اینها غذا می‌خوردند خب وقتی که کسی غذا بخورد نیاز بشری هم دارد سبحان الله کسی که نیاز بشری دارد چطور می شود ابن خدا چطور می شود ذات خدا چطور می شود جز خدا نعوذ بالله کانا یأکلان الطعام الله تعالی میگه انظر پیغمبر نگاه کن چشم زیبا را باز کن کیف نبین لهم الآیات بچه کیفیت زیبای من بیان میکنم دلائل وحدانیت را برای اینها من چطور بیان میکنم شما نگاه کنید انظر دلائل وحدانیت نبی الوهیت میکنم کسی که غذا میخورد نیاز بشری دارد لحظه اینها باید درک کنند و حیا کنند یک بشر را خدا جز خدا ابن خدا نگویند ثم بعد از این بیان دلائل توحید ثم انظر انا یؤفکون شما نظر بفرما پیغمبر چطور اینها از آیات توحید منصرف کرده میشوند هم تبیین من نگاه کن هم انصراف اینها را بی توجه اینها را نگاه کن همینطور امروز انبیاء را
امروز اولیاء را چیزی دیگرن و انبیاء چیزی دیگرن، اولیاء چیزی دیگرن، چیزی دیگرن. انظر کیف نبین، انظر کیف اللہ یسرفون، نگاه کن به چه کیفیت اینها منصرف کرده میشن از آیات توحید. این مسئله چهارم هست. ببین از اونجا دارم مسئله حساب میکنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. مسئله اول قل یا اهل الكتاب لستم على شیء. مسئله دوم بسیار مهم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مسئله سوم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. این مسئله چهارم هست. خود به ایمان ها شما غیر از خدا کسی را عبادت میکنید که مالک نفع و ضرر شما نیست. حضرت عیسی نه اختیار دارد که شما نفع برسانه، نه اختیار ضرر شما را دارد. قل بگو پیغمبر این استفهام انکاری ہے. اتعبدون من دون اللہ، آیا شما پرستش میکنید و بی ایمان ها غیر از خدا عیسی و مادرش را، ما اون مخلوقاتی را که لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اختیار ضرر شما را هم ندارن، اختیار نفع شما را هم ندارن. این اختیار را ندارن که به شما نفع برسانن، نه این اختیار را دارن که به شما ضرر برسانن. والله هو السمیع العلیم. نبی ہے فقط خدا هست که فریاد کنندگان را میشنود، حال آنها را میداند و به داد آنها رسیدگی میکند، نه عیسی و مادرش. والله هو السمیع العلیم. مفهومش فهمیدی؟ فقط خدا هست که فریاد کنندگان را میشنود، حال آنها را میداند، به فریاد آنها رسیدگی میکند، نه عیسی و مادرش. این هم مسئله است. قل بگو پیغمبر یا اهل الكتاب، او اهل کتاب، او صاحبان کتاب، او مولوی صاحبان، لا تغلو فی دینکم، زیادہ روی و غلوب در دین نکنید، بنده را از مقام بندگی به مقام الوهیت نرسانید، رسول را از مقام رسولی، صدیقه را از مقام صدیقیه به مقام الوهیت نرسانید. امروز خیلی غلوب در دین. لا تغلو فی دینکم، در حالی که شما آخذ غیر حق باشید. ببینی غیر الحق حال عاملش آخذینه. غلوب در دین نکنید در حالی که شما گیرنده غیر حق باشید. تصویری کشیده از غلوب، به ان تضعوا عیسی و ترفعوه فوق حقی. سبحان الله. این بنی اسرائیل یک دسته از روز اول نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام را ولد الزنا، خب این هم زیادتی کردن. شان رفیع یک پیغمبر را نعوذ بالله اینو ولد الزنا گفتن. این یک بدبختی هم نبود که حضرت را از مقام رسالت و از مقام های عالیه به مقام نعوذ بالله یک ولد الزنا. این هم غلوب و یک دسته اینه به مقام الوهیت بردن. اللہ تعالی میگه اهل کتاب غلوب نکنید بین صورت که شما ذاتی سر از مقامش پایین تر بگذارید یا او را از مقامش بالاتر ببرید فوق حق ولا تتبعوا اهواء قوم. خب این اعتقاد، این نظریه گوش کنید، این اعتقاد، این نظریه سالهای سال از پدر، از اب، از جد ما دارای همین اعتقاد بودیم کہ یا اللہ ہست یا ابن اللہ ہست یا جز اللہ ہست. اللہ تعالیٰ میگه اونها هم مستشمن آدم بودن. اتباع نکنید، تو پیروی نکنید خیالات فاسده قومی را که قد ضلوا من قبل، اونها گمراه شدن قبل از شما به سبب غلوبشون کردن، به غلوبهم و هم اسلافون، اونا به خاطر همین غلوب گمراه شدن. و اضلوا کثیرا، و هزاران انسان دیگر را هم گمراه کردن. و ضلوا عن سواء السبیل،
گفتن اینها از راه دفع شبهه، یعنی این نیست که راه حق مفقود شده بود، خود آنها گمراه شدن از راه راست، خود آنها انادن با ضد و با اناد از راه راست گمراه شدن. لئن الذین، خب اون گمراهی آنها، زیاده روی آنها، تمرد آنها این نتیجه را داد، لعنت کرده شدن آنها کفر کردن از بنی اسرائیل بلا لسان داود، به زبان زیبای حضرت داود و عیسی ابن مریم. آنهایی را که حضرت داود نفرین و لعنت کرد اونها شدن میمون، آنهایی را که عیسی ابن مریم لعنت کرد اینها شدن خنزیر. ذالک بما عصوا، این لعنت که ثمره داد به قرده و خنازیر به سبب اسیان آنها از فرمان خدا بود، اعتقادا اسیان کردن، حکم خدا را نقض کردن و کانوا یعتدون، و این اسیان به خاطر اینه که آنها متجاوز بودن، از حد و مرز تجاوز کردن. و دیگه مرض سوم آنها این بود که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، بودن این نصارا یک دیگر را نهی نمی کردن از منکر، یعنی از کفر، شرک، بدعت که او را انجام می دادن. هر که می گفت ابن الله همین چی نمی گفتن، علماشون ساکت بودن، هر کس می گفت خود الله هست، همین چیز نمی گفتن. حالا نسبت به بندگان خدا هر چی که مردم میگه هیچ چی نمیگه. کانوا بودن لا یتناهون عن منکرین، اینها یک دیگر را نهی نکردن از منکر، یعنی از شرک و از کفر که او را انجام داده بودن. لبئس ما کانوا یفعلون، البته خیلی خراب آنچه که اینها انجام دادن در دنیا. ترى کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، زجر برای منافقین، تو می‌بینی بسیاری از اینها که اعراض میکنن، محبت ببخشید، یتولون به معنی محبت میکنن با کفار. ولبئس ما قدمت لهم انفسهم، خیلی بده اون دوستی مشرکین و کفار که تقدیم کرده برای آنها نفسای آنها، خیلی بده. لبئس ما، خیلی بده آنچه که نفسها برای اینها تقدیم کردن. اون ما مبهمه، اینه ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، بیان برای ما، یعنی ناراضی خدا بر اینها که دائمی ناخوشی است. و فی العذاب هم خالدون، اونا در عذاب همیشه میمانند. ناراضی خدا بر اینها، ناراضی دائمی الهی و در عذاب همیشه میمانند، خیلی چیز بدیه. ولو کانوا یؤمنون بالله، باز ترغیب ایمان میده. اگر اینها الان ایمان میآوردند به خدا، خدا را وحده لا شریک میدانستند، خدا را نعوذ بالله فکر نمیکردند که در کسی حلول کرده، جز کسی هست یا پدر کسیه. ایمان بالله وحده می آوردن و به نبی علیه السلام ایمان می آوردن و به آن کتابی که نازل کرده شده به طرف این پیغمبر. ثم اتخذوهم اولیاء، اگر اینها واقعا ایمان می آوردن به خدا و رسول و به آن کتابی که به طرف رسول نازل شده، اینها مشرکین را، کفار را یار نمی گرفتن. اهل کتاب بر علیه پیغمبر رفتن با کفار و مشرکین دست به هم دادن، جایی که اینها باید به پیغمبر ایمان می آوردن، پیغمبر هم مثل آنها کتاب دارد، اینها رفتن با کفار. سبحان الله، یعنی علامت بی ایمانی اینه که اینها در مقابل پیغمبر اینها بی ایمانان رفتن دست به هم دادن با کفار و مشرکین. اگر اینها مومن می بودن یهود و نصارا، تو چطور می رفتن با کافرها هم دست می شدن؟ زجر برای منافقین هست. اگر اینها ایمان دار می بودن به خدا و نبی و آن کتابی که نازل کرده شده به طرف نبی، نافیه قرار نمی دادن این یهود و نصارا مشرکین را دوستان خود. ولکن کثیر منهم فاسقون، یعنی کسی که به خدا ایمان داشته باشه و پیغمبر و کتابها هرگز با کافرها یار نمیشه. چرا؟ کافر دشمن خدا و رسول و قرآن است.
چطور انسان ایمان داشته باشد به خدا و رسول و آخرت بره دستیار کافر بشه، با کافر هم فکر و هم خیال و هم مدرس و هم قهقه بشه. این خاطر معیار بزرگی، یعنی دلیل دیگر گویا عقلی قرآن برای کفر اینها صادق. اینها چون رفتن با کفار با مشرکین دست به هم دادن بر علیه پیغمبر، این دلیل هست بر این مطلب که اینها ایمان ندارند. ولكن كثيرا منهم فاسقون، لیکن بسیاری از این اهل کتاب کاملا از فرمان خدا خارجن. فاسقان یعنی از زیر بار حکم خدا بیرونن. بیان تعصب یهود و مشرکین. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، حتما شما میابید ای پیغمبر شدیدترین انسان از نظر دشمنی برای مؤمنین یهود را، و بعد الذین اشرکوا مشرکین را. مشرکین عداوت سختی دارن، قبل از مشرکین یهود عداوت سختی دارن. این خاطر با یهود سخت برخورد شد. یهود بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع که در مدینه و اطراف مدینه ساکن بودند، همینه که برخورد شدیدی. نصارا کمی فاصله داشتن، تک و توکی بودن در مدینه. اصلا نصارا همین رومی ها بودن، قدرت اینها اینجا بود. بی خاطر رسول علیه السلام فرمود این دشمن آمار در آستین و در جزیره العرب نگذارد. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا. تو میبینی نزدیکتر از نظر محبت برای مؤمنین الذین قالوا انا نصارا، آنهایی که خود را نصارا گفتند، آنهایی که گفتند ما نصارایی. برای چه؟ کدوم نصارا اقرب مودت للمؤمنین؟ اون صفاتی که خدا بیان میکند برای نصارا امروز این صفات دیده نمیشه. ذالک بأن منهم، این که محبت میکنن به سبب این است که بعضی از آنها قسیسین، اینها قسیسین یعنی عالم علم دوستن، و رهبانا تارک الدنیا، درویشان در صومعها، در اون عبادتگاه ها و آلونکها، در روکوها اونجا نشستن دنیا را بیل کردن. قسیسین، قسیس یا قسوس به معنای عالم. قسیسین همان ها که میگن عالم هایی که علم را دوست دارن، قسیسین آنها را میگن. و رهبان درویش تارک دنیا، دست به دنیا نظر برای عبادت خدا یک جای افتادن. و انهم لا یستکبرون، دیگه این زیاد غرور نمی کنن. یهود از همه بیشتر عداوت دارند، بعد مشرکین عداوت دارند که این همه جنگ ها را با شما انجام دادن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که نامه فرستاد به سران مملکت، هر چقدر نصارا بودن نامه رسول الله را احترام کرد. هرقل نامه رسول الله را احترام کرد و حتی قائل شد که ایمان بیارد. سران خود را در یک اتاق جمع کرد و دعوت ایمان را داد. اینها فرار کرد. وقتی فرار کردن دستور داده بود در عباسباد در من خواستم شما را امتحان کنم که واقعا شما در دین خود صلابت دارید، سختی دارید یا شلی. این دعوت من دعوت امتحانی بود. اون بیچاره به خاطر اون ریاست که همه سران کشورش نپذیرفتند لحظا بدبخت شد. حدیث تفصیلی در بخاری شریف هست که هرقل اعلان ایمان کرد، قومش فرار کرد. قبل از اینکه اینها برن اون سالن بزرگ اجتماعی درش دستور داده بود میبنده. وقتی رفتن دیدن درها بستن، گفت اینها را بخوانید. برگشتن گفت من از این کلمه مقصد من امتحان شما بود که آیا شما در دین صلابت دارید یا تسلیم میشید. بدبخت شد. لیکن این قد شد که تا زمان زنده بود کشور از او گرفته نشد.
نام رسول الله را احترام کرد. مقوقس بادشاه مصر هم نام رسول الله را احترام کرد. بادشاه حبشه نجار که هم احترام کرد، هم دعوت را احترام کرد، هم صحابه را اکرام کرد، هم پیغمبر علیه السلام قبول کرد و ایمان آورد. یہ خاطر اللہ تعالی میگه این صفات که ناقصین و رهبانن و انهم لا یستكبرون. امروز نصارا رهبانند یا خریفترین افراد دنیا در مال و متاع، لہذا این نصارا و شامل نمیشه. اون زمان با این صفات اگر هستند خود درسته. کجا علاینا علم دارن؟ و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی که میشنوند آن دستوری را که نازل شده به طرف رسول، ترا اعینهم، تو میبینی چشمی نصارا را که جاری میشوند از اشک به خاطر معرفت حق. از شوق، این عشق شوق است. وقتی حق را مییابند اینقدر که شروع به گریه میکنند. این نجاشی بود و میگویند ربنا آمنا، رب ما ایمان آوردیم فاکتبنا مع الشاهدین، ما را هم در لیست شاهدین قرار بده. و ما لنا لا نؤمن، رب مانع از ایمان چی شده ما را که ایمان نیاریم به الله و به آن دستوری که آمده پیش ما از حق و حقیقت واسطه نبی علیه السلام. و چرا ما امیدوار نباشیم که خدا ما را داخل میکند، رب ما را داخل میکند همراه با صالحین در بهشت برین. این مقتضیات ایمان را بیان کرد. پیغمبر آمده و امید داریم که رب ما را در لیست صالحین قرار بده، در لیست سعادتمندان قرار بده. لہذا با این کلمات دعایی فاصابهم الله، جزا داد آنها الله تعالی به سبب آن گفته و دعایی همراه با اعتقاد در باغ که جاری از ایران نارا خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. اونا که صمیم دل نیکی کنند جزایشون همینه. از اینجا یا ایها الذین آمنو ایاده شده نفی شرک فعلی، یعنی از طرف خود حلال و حرام درست نکنی. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ای مومنین شما حرام قرار ندهید طیبات، این اضافت بیانیه هست، یعنی تحریمات غیر الله. حرام قرار ندید طیبات، یعنی آن چرا الله برای شما حلال کرده. ما احل الله لكم را شما حرام قرار ندهید. هرچی خدا حلال کرده اینها طیباتن، شما حق ندارید که طیبات را حرام بکنید. نه اعتقادا، نه عملا، نه قولا. نه اعتقاد حرمت آنها را داشته باشید، نه با زبان آنها را حرام بگید و نه عملا، یعنی حتی المقتول یعنی از آنها استفاده کنید. همانطوری که برای حرام خدا انسان اعتقاد دارد حرامه، با زبان هم میگه حرامه، عملا هم دست نمیزنه، دست میزنه. خب طیباتی که خدا برای شما حلال کرده، یعنی آن چرا خدا برای شما حلال کرده، اینها را نه اعتقادا حرام بدانید، نه قولا حرام بگید و نه عملا. بخورید از طیبات، هرچی نظرهای الهی همه طیبات بخورید، اعتقاد علت آنها را داشته باشید. شما همش نظر خدا میخورید. ولا تعتدوا، از حدود شرعیت تجاوز نکنید. در تحلیل و تحریم آقای حق ندارید بکنید. شما حق ندارید چیز را حرام یا حلال بیان کنید. شما تابع امر خدا باشید. ان الله لا يحب المعتدين، بتحقیق الله تعالی دوست ندارد متجاوزین را، اونایی که قد خدا میکنن خود را تحلیل و تحریم خودشان درست میکنن، این متجاوزین را. خلاصه کلوا مما رزقکم الله، بخورید یعنی استفاده کنید، به استعمال خود بیارید حلال طیب را، در حالی که مما رزقکم الله باشد. این حلالا طیبا ذل حاله، مما رزقکم الله حال مقدم. بخورید حلال را. ببین دوستان مال دیگر حلال و هست لیکن طیب نیست.
حلال اونم طیب باشد، یعنی مال خود شما باشد. بخورید حلال طیب را در حالی که از آنها باشد که ما به شما رزق داد، الله به شما رزق داده است. واتقوا الله، نسخه عمل به ترتیب از خدایی که شما به اون خدا ایمان دارید. یک راه حرام کردن طیبات قسم میخورم من نمیخورم، گوشت شتر نمیخورم، قسم میخورم من باذنجان نمیخورم. ما باذنجان طیبات خدا حلال کرده، چرا قسم خوردی و بر خودت حرام کردی؟ قسم میخورم من شیر نمینوشم، شیرم مال خودت گوسفندت، قسم خورد به ذریعه قسم بر خود چیزی را حرام میکنه. الله تعالی میگه نه، اگر یک حلال منه قسم خوردید حرام کردید باید استفاده کنید و لحاظا کفارهش را بدید. جریمه قسم کفاره را بده و حلال منه بخور. اخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نمیگیرد شما را الله تعالی باللغو فی ایمانکم، قسم های لغو در ایمان، لغوی که در ایمان هست. قسم لغو در ایمان اینه که بدون خیال از ذهن انسان والله بالله تعالی میاد. الله تعالی برای این والله بالله تعالی ها شما را نمیگیرد، لیکن خدا شما را گرفت میکند بما عقدتم الایمان، به اون قسم هایی که مؤکد میکنن اونها را دلهای شما، به آنهایی که مؤکد میکنید شما ایمان را. باب معنی الا، میگیرد شما را خدا الا ما عقدتم الایمان، یعنی بر قسم های منعقده. من ارز کردم قسم ها لغو غموس و منعقده. لغو همونه که بدون اراده از ذهن انسان قسم در میاد. خب این قسم لغو گفته شده و جریمه نداره، انسان باید احتیاط کند الکی نام خدا را نگیره، به صورت قسم نام خدا را نگیره. حالا طور الله سبحان الله الحمدلله نام خدا را بگیره، ذکرن و حمدن و ستایشن و تکبیرن و تحلیلن و تسبیحن و تحمیدن. خب یک قسم غموس همونه که انسان دروغی قسم میکنه، در زمان گذشته کاری کرده نکرده و یادش هم هست خلاف قسم میخوره. این قسم دروغی این غموس جریمه و کفاره ندارد، استغفار و توبه از خدا بخواهد. او چون صاحبش در گناه غوطه میخوره. قبلا خان این حکم یمین غموس را. یکی یمین منعقده همینه که انسان قسمی میخوره من این کار را نمیکنم یا این کار را انجام میدم. اگر کار را انجام نداد و فرصت از او گرفته شد حانث میشه، یا قسم خورده بود که این کار را انجام میدم اون کار را انجام نداد حانث میشه، یا حلالی را حرام کرد، قسم خورد که من از گوشت این گوسفند نمیخورم، حالا اگر از گوشت گوسفند خورد حانث میشه، خلاف قسم. تو این قسم را ما منعقده میگیم. در این قسم منعقده کفاره، اگر کسی قسم خورد و خلاف قسم خود را کرد تو لحاظ این انسان میشود حانث و باید کفاره بده. اگر قسم میخوره که با پدر حرف نمیزنم، خب این قسم باید بشکنه و کفاره هم باید بده. با پدرش حرف بزنه میشود حانث. حالا کفارش چیه؟ کفارش اطعام 10 مساکین، کفاره این قسم منعقده طعام دادن 10 مسکین از اون غذای متوسطی که اهل و عیال خود را شما اطعام میکنید. غذای متوسط، غذای اعلی هم نه. 10 مسکین و شام و نهار با غذای متوسط. حالا در زندگی ما غذای متوسط تقریبا ماش و عدس و سیب و گرجا و باذنجان، این غذای متوسطه. تنها نان غذای ادنی، کنار نان
برنج هم لازمی نیست. نان و یک به اصطلاح شوربای یک چیزی که اون نان را خیس کنه، این غذای متوازی. 10 مسکین را شام و نهار بده، هر مسکین هر چقدر خورد مسئله. یا اینکه به هر مسکین اندازه صدقه فطر بده، به هر مسکین اندازه صدقه فطر بده. این یک صورت. صورت دوم کسوتهم، 10 مسکین را دست لباس بده به هر مسکینی. این هم دست لباس من اوسط ما تلبسونه. به 10 مسکین الان در عرف ما جامه و شلوار. اگر مسکین زنه چادری هم اضافه. کسوتهم معنی شنید عرفی که در هر جا حاکمه، خالان چادر و یک دست لباس عرف ماه. اگر مسکین زن باشد چادر و کمیس با سروال. او تحریر و رکبتن، یا آزاد کردن گردن. از این ستا ها چنان مسکینیه، نه اطعام 10 مساکین میتونه بکنه، نه لباس میتونه به آنها بده. و در عصر ما که اصلا غلامی هم وجود نداره، تو لحاظا 3 روز روزه پی در پی بچی. 3 روز روزه فمن لم، این زمانی 3 روز کی قدرت این چیزها را نداشته باشد. مولوی صاحب اگر جای فتوا میدید اول از اونجا اینطور نیست که شما اختیاری بکنید 3 روز روزه بگیری یا 10 مسکینه، نه، اول همون اطعام 10 مساکین است، کسوتهم است، تحریر رکبه. در آنها اختیار، در آن 3 اختیار دارد، هر کدام را انجام بده. اطعام 10 مساکین کنه یا کسوتهم کنه یا تحریر رکبه، اونجا اختیار داره. لیکن اگر اون ستا هیچ کدام را نمیتواند فمن لم یجد تو فصیام 3 ایام متوالیات، 3 روز پی در پی هم بزنی. در قرائت آمده متوالیات یا مطابعات، پشت سر هم باشند. ذالک آن که ذکر شد کفاره قسم شماست. اذا حلفتم، وقت شما قسم خوردید، و حنستم، حانت شدید، قسم را شکستید. و احفظوا ایمانکم، قسم های خود را حفاظت کنید. اگر قسم شکستنی نیست نشکنید. شما قسم خوردید که من مثلا بین کار گناه نمیرم، قسم را نشکنید، نرید جای دخل سرنای فلانه شما را میگم بفرمایید قسم خوردید که من نمیرم، نرید دیگه. ها اگر قسمی خوردید که معصیت میشه، تو لحاظا قسم خوردید چیز را نمیخورم، خوردی حانسی بخور، حتی باید بخوری و کفاره بدی. قسم خوردم من مسجد نمیرم، خب بابا کفاره قسمت را بده برو مسجد. در مواردی که قسم شکستنی باش بشکن. ها واحفظوا ایمانکم جایی هست که نیکیه، خب قسم نگاه دار. واحفظوا ایمانکم، حفاظت کنید شما قسمات خود را. کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تشکرون. به همین کیفیت تبیین کند الله تعالی برای شما احکامات خود را تا که شما شکرگزار خدا باشید، رعایت مصالح بکنید. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. نیت اینجا بیانه نظرهای غیر الله، نظرهای غیر الله. ای مومنین، خمر شراب، میسر قمار، والانصاب اون دامهایی که روی انصاب میکشید. انصاب خاندی 360 سنگ نصب کرده بودن، هر یکی از آنها محل ذبح یک معبود. انصاب گفته شده مراد اون ذات سنگ نیست، ذات سنگ که محل نشانه اون نجس نیست، بلکه اون حیوانی که اونجا میبرید میکشید بر سر و ما ذبح علی النصب مراده. در ابتدای سوره نخواندید ما ذبح علی النصب، نصب جمعش انصاب میگه و اینجا ذکر انصاب
ذکر محل اراده همان حال جمعیت کشته میشه. ما مراد معذوب علی نصوب اینجا انصاب والازلام، ازلام ذات تیرها نجس نیستن بلکه اون تقسیم بالازلام، تقسیم بالازلام و آنچه ضبط کرده می شود بر انصاب، همه اینها رجسون، پلید پلیده. رجس اون چیز را میگن که دیگه پاک نشه. حالا ببین کثافت را، حالا اینها رجسن، پلیدن. یک مثلا دوم من عمل شیطان، شیطانی که درست کرده این همه نصبها درستند، این همه گاو و گوسفند اونجا کشته میشوند، اینها عمل شیطان است. تقسیم بالازلام همین عمل شیطان است. شما شیطان سبق داده برابر پول میدید و به اصطلاح شانس بازی میکنید، این همه عمل شیطان است. قرض الحسنه اسودی، جایزه قرض الحسنه سودی، او ربای. و در ضمن هم که قرآن اندازی میکنن میآید توی همین تقسیم بالازلام، پول برابر گذاشتن یا حتی یکی کمه، حالا قرآن می اندازن که کی میبره این چیز را میبره. مثلا یک آقای 300,000 تومان گذاشته یک ماشین برنده میشه، اینا هم در اون تقسیم بالازلام داخل. خب میدانم سرمایه اصلی از بین نمیره، این ماشین در حقیقت سود اون سرمایه ها به صورت جایزش میدن، یه دیگه چیزیه، سود اون سرمایه هست یا نه. شما 3 میلیون گذاشتی، من 300,000 نام من در میاد، من دارای ماشینم و شما فقط نگاه میکنید. خان اگر یک چیزی میارن کالایی، کالا فروشیه، قیمت داره، حالا مثلا این مغازه های به اصطلاح ادارجات کالای 10 تا یخچال آوردن عضوش 300 نفره، حالا اینه بکی بدید همه مشتریه، حالا میگه خب قراندازی میخوره، هر کسی در آمد قیمتش میده میبره، مثل اینه کار که بره قیمت بده بده. این چیزی نیست، این جایزه نیست. اگر جایزه و سود به صورت قرآن اندازی تقسیم همون بالازلام میشه. پول برابر دادن، حتی اونا هم پول برابر می دادن، لیکن یکی 7 سهم می برد، یکی 5 سهم، یکی و 3 تا هیچ. تقسیم بالازلام هم همینه، هر خوشیه. کالای آمده توی مغازه، حالا میخوان بر اعضای اون شرکت تقسیم بکنن، همه مشتری زیاده، این بابا قرآن اندازی بود، قرآن هر قدر آمد پولش میده. خب این درست، این یعنی این همون قرآن اندازی که همه میگفتن مریم ما تکفل میکنیم. خلاصه قرآن اندازی کن، قرآن کی در آمد او تکفل کنه که حق کسی سوخ نمیکنه اینجا، اون آقا پول میده میره، فقط قرآن اونو برده برنده کرده. مثل اینه که اگر اینقدر مشتری نداشته باشه، هر یکی از شرکا بیاید هر چیزی بخره میخره و میره، درسته؟ این راهی به اصطلاح ترغیب و اکثر مردم اگر حافظ عبدالمنان در قرض الحسنه چنین نیتی نکرده ها، ورنه اکثر مردم به امید همین قرعه کشی پول خود را میبرن میگذارن. خب این دفعه اگر قرعه من نامد، شاید دفعه دیگه بیاد، شاید دفعه دیگه بیاد. بس انسان هم اونجا نامش قرض الحسنه هست و سود 4% و 5%، این همون سوده از دیدگاه ما که سوده. برداشت من هم همینه که در ضمنی که سود این هم قماره. قمار واضحه چیه؟ خب قمار یک نوع بازی، درسته یا نه؟
قماربازها چطور میکنن؟ یک نوع بازی پول میبرن. قرض الحسنه اونه که پول یک قرار اضافه نمیاد. ها پول مضاربتی بده، هرچی خدا فایده داد، فایده هم مشخص چطور تقسیم میشه، ثلثی، ربعی، نصفی، و از میان فایده هم برای هیچ کسی از مضارب و رب المال سهمی مشخص نشود. این شرایط دین اسلام گذاشته. قرض الحسنه معنی اینه که در عوض هیچی نگی. و امام ابو حنیفه سایه دیوار مکروز خود ننشد که این هم سودی یک من دارم میکشم، من از او پول میخوام بیام از سایه اتاقش هم استفاده کنم. اونایی که متقی بوده اینطور بودن، ما کار نداریم. خب اینجا قمار هم همین میسر. آخه قمار چی؟ حالا انواع و اقسام قمار هستن، همه قماران که پول بدون عوض تو جیب میره، بر اثر یک بازی شیر و کت پول رایگان میره. در قمار پول رایگان تو جیب میره، اینجا هم این پول رایگان میره تو جیبش. قرض الحسنه یعنی چی؟ دیگه باید یک ضبط 40,000 تومانی ببره، یک یخچال 400,000 تومانی به خاطر 300,000 تومان میبره، قرش میاد. من خبر دارم یکی خدا نجات بده 300,000 تومان برده بود، یک ماشین پیکان صفری برنده شد، اون برد آخر حضمش. خدا نجات بده. روز منم دیدم بیچاره مریض حال بود. دوایی که 100 تن داشته یک مزده 22 میلیون. خوب پول ثابت بله پولش که هم 100,000 میدنم، یعنی برای 100,000 تومان یک مزده 22 میلیونی 2 میلیون داره دیگه قرانی هم نمیبره. بره دیگه این دیگه کمال بی انصافیه. اوها اگر اینطور غره میکشن عمومی کسی پول نداره، نه من اصلا نمیسه من پول نداره. این اکثر همین خاطر هم ما میبینیم اینجا یکی سواره میگرده، نمیدانم چقدر پول داشته بود، مرد بیچاره، بعد از مرگ برنده شد ماشین، اما سوارنده میگرد. همین یک فیه ما فیه فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اینها پلیدن، پول قماری رجسه، اون ما ذبح علی النصب اون رجسه، تقسیم بالازلام رجسه، خمر رجسه، دوم عمل شیطان است. لحاظا اجتناب بکنید از این رجسه، اجتناب بکنید از این تا که شما رستگار بشید. لعلکم تفلحون، شما رستگار میشید. رستگاری اجتناب از رجس است. فاجتنبوه، از این رجس اجتناب بکنید تا که شما رستگار بشید. انما یرید الشیطان، چون اینجا مقصود بیان تحریم خمر و میسر بوده، لیکن در ردیف انصاب و ازلام ذکرش کرده که قمارباز و شراب خار و این شراب فروش ها تقریبا به گناه شرک نزدیک، اینقدر گناهشون سنگینه که اینها حتی در روایات هم آمده مدمن خمر که عابد الوثن است. اونی که عادت کرده شراب میخوره و میفروشه او مثل عابد صنم است، بت پرسته. مدمن الخمر که عابد الوثن. این بی خاطر الله تعالی علم خمر و میسر که چون مقصدش اینجا بوده لیکن در ردیف انصاب و ازلام ذکر کرده برای شناعت که شما این چیز معمولی حساب نکنی. شراب چیه که من خوردم چاقم میشم، غذا من هم حد میشه، قوت من نشاط من بالا میره. قمار چیه؟ سرگرم هم میشم، پولدار هم میشم، و سرگرم هم میشم، پولدار هم میشم. الله تعالی فرمود انما یرید الشیطان،
جو دنیت اراده داره شیطان واقع کند بین شما دشمنی را و بغض را در خمر و در میسر. شرابی و قمارباز دشمنی دیگر میشه و سرمایه من رایی که تو چی بزنه بره من خوش میاد مفت و مجانی. اونی که میبازد اون بازنده دشمن اون کری که برد میکنه، لحظه دشمنی برقرار نمیشه 100%. دومین علت اول فرمود این رجس عمل شیطانه، باز فرمود شیطان اراده کرده که عداوت و بغض در خمر و میسر واقع کنه بین شما. سوم و یصدکم عن ذکر الله، شما را از یاد خدا مانع بشه. و عن الصلاة، خصوصا از نماز. فهل انتم منتهون، آیا شما دست میکشید از خمر و میسر یا نه؟ انتهینا ربنا. قافله‌ای که محموله همه شراب‌های بسیار عمده داشت می آمدن کنار مدینه اقامه کردند که خبر رسید. قرآن گفت خمر میسر رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة بغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. یہ همه دستورات الهی اکیدن آمدن. تو صحابه گفتن انتهینا ربنا. خانه ها پر از کوزه های شراب بودن، همه را پس کردند و ریختند. هل انتم منتهون، اینها شعار دادن انتهینا. اون همه معموله شرابی که بیرون مدینه آمده اقامه کرده بود که از اونجا تجار و دلارها وارد کنند، لازم اونجا ریخته شد. باز کامیابیتی الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و رسول در هر احکام. واحذروا، حذر کنید از مخالفت احکام. پس اگر اعراض کردی شما او یقینا بدانی که انما علی رسولنا البلاغ المبین، بر رسول ما بلاغ مبین است، لذا شما ضرر کنید. رسول من ضرر نمی کند، وظیفه‌اش بلاغ مبین، مجازات نمی کند. خب اشکال وارد و جواب اشکاله که اونهایی که قبل از ما شراب فروختند و خوردند و مردند و رفتند و قماربازی کردند و خوردند و رفتند، اون گذشته چیه؟ اولا که حرمت اینها نآمده بود، هم قماربازی بود، هم شرابخواری بود، هم اونجا از ازلام و انصاب بود. الله تعالی میگه گذشته را سلام. لیس علی الذین آمنوا، نیست بر آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند جناحی در آن صورتی که خوردند از خمر و میسر. اذا متقوا، وقتی آنها تقوا داشته باشند از کفر و شرک اجتناب بکنند. اولین متقوا چیه؟ از کفر و شرک اجتناب بکنند و آمنوا و عملوا الصالحات کنند. و ثم متقوا، این متقوا یعنی اوامر الهی را انجام بده، از منهیات اجتناب بکنند. ثم آمنوا، باز هم ایمانشون راسخ باشد. و ثم اتقوا، این درجه سوم تقوا یعنی احسان کنند. درجه سوم تقوا از هر ما سوى الله راست کنند. و احسنوا، از صمیم دل احسان کنند. احسان چیه؟ ان تعبد الله کانک تراه. پس اینها گناهگار نیستند، از کفر شرک توبه کردند، اوامر الله را انجام دادن، از هر غیر الله اعراض کردن تو به درجه آخر. و از صمیم قلب نیکی کردن، یعنی خدا را چنان عبادت کردن که گویا خدا را میبینن یا خدا آنها را میبینن. والله یحب المحسنین، الله تعالی چنین محسنین را دوست دارد. بیان تحریمات الله، چیزهایی را خدا حرام کرده. اون صید و شکار در حال احرام،
ببینید حاجی دست تو به آهو برا خرگوش به اصطلاح بچه خرگوش میرسه، چوب تو میرسه، تیر تو میرسه، خدا تو را امتحان کرده. بچه های کچولی خرگوش بیچاره که نمیتونم بدم. چه زمانی چقدر خرگوش بود، بیابان ها همش خرگوش آهو چطور جهان پر از گیاه و طبیعت بر اثر نافرمانی ما اینها همه مفقودند. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. او مؤمنین حتما خدا قسم جمله مؤکده امتحان می کند خدا شما را با یک چیزی از صید. شما عادی صید و شکار خدا برای شما حرام کرده، حالا صید و شکار هم فرار نمی کند. امتحان می کند شما را اللہ تعالی با یک چیزی از صید تنالوه ایدیکم، دست شما به اون صید میرسه، بچهش پرنده نمیتونه بپره، شما با دست میتونی بگید. و رماحکم، تیر شما نهارا میگیره، اونا که بزرگتر کمی میپرن، بعد مرتا شروع میکنن چریدن. اللہ شما را امتحان میکنه تا که ظاهر کنه من یخافو بالغیب، چه کسی از خدا میترسه بدون دیدن؟ هیچ کس نیست. حاجی محرم دارد می آید، صید و شکار دور برش میچرن، تیرش هم میرسه، دستش هم میگیره، میتونه بچه را به دست بگیره. اللہ تعالی چرا حرام کرده؟ یک نوع امتحانیه. او را برای محرم چرا حرام کرده؟ علتش اون طرف نیست. علتش چیه؟ علتش یک امتحان الهی و علت حرمت شکار برای محرم فقط امتحان الهی، ورنه در ذات اون شکار نجاستی نیست، او همون طیبه. لیکن حاجی را که احرام بسته خدا امتحان میکنه، میگه تو اجازه نداری. حالا معلومه که حاجی صاحب فرمان خدا را اطاعت میکند یا نفس خود را راضی میکند. حکمت حرمت شکار برای محرم امتحان الهیه، ورنه در ذات اون آهو و خرگوش و پرنده نجاستی کثافتی چیزی نیست، بله در خمر و در میسر و انصاب و ازلام رجس هست که عبادت غیر الله نجسن، بغض ایجاد میکنن، عداوت ایجاد میکنن، از ذکر و از تلاوت و از عبادت جلوگیری میکنن، بین خاطر اونها رجسن. آهوش شکار رجس نیست، امتحان الهی تا که ظاهر کنند خدا نایرک میترسند از خدا بدون دیدن عذاب خدا و قهر خدا. کسی تجاوز کرد بعد از ذالک، بعد از این تحریم، فله عذاب علیم، عذاب علیم است. چرا فرمان خدا را نقض کرده؟ و فرمان خدا را چرا نقض کرده؟ عذاب علیم است. حالا اعاده تحریمات الله. لہذا یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. کسانی که شما ایمان آورده اید شکار را قتل نکنید در حالی که شما احرام دارید. نه قتلش صحیحه نه صیدش صحیحه. بگیریم ببریم مثل بنی اسرائیل نعوذ بالله تو قفس بگذاریم و بعد وقت احرام حلال شدیم سر ببریم، هم باز همین حرامه. شکار حرامه برای انسان محرم که احرام میبنده. احرام را هم به همین خاطر احرام میگن که بسیار چیزهای حلال و مباح را بر انسان حرام میکنه. من جمله چیزهای مباح شکار است. الان اگر شما شکاری گرفتید بودید قفسه کردید یا سر بریدید تو قطعا حرامه، لیکن جریمه هم باید بدید. گوشتش هم که نمیتونید بخورید جریمه هم باید پرداخت کنید.
ومن قتله منكم کسی که قتل کند اون صید را از شما در حال احرام متعمدن قتل کند یا خطا فرق نمی کنه، لیکن در قید متعمدن گناهش بیشتره. پس بگردن اون قاتل صید محرم جزایی هست. این جزاء موصوفه، مثل صفت آن ما موصولیه، قتل آیدش معذوفه. من النعم دو تعبیر دارد. امام می فرماید که این من النعم بیان مای موصولیه، بیان مای موصولی. و امام شافعی می فرمایند که نه، این من النعم بیان فجزاء مثل هست. مثل هم مبهمه، ما هم مبهمه. لذا امام شافعی میگوید هر آن چیزهایی که مثل سوری دارند، مثلا شکاری به هر شکلی، مثلا صیدهای مشابه آنها دام دارند. کوچی زده کوچی باید ببره به حرم، بز کوهی زده باید بز کوهی نری یا مادهی ببره. هر کدام را کشته همون مثل سوریش صورتا هم مثله. تو امام ابو حنیفه میگه نه، اینجا مثل تنها معنوی مراده. هر صیدی را که کشت اون صید را قیمت کنند. قیمت آن صید اگر دامی شد دامی بخرند و به حرم ببرند، و اگر نشد اون قیمت را تمام بخرند و صدقه کنند، و اگر ناداری بود نتوانه صدقه بکنه قیمتش را برای هر روز اندازه صدقه فطر یک روز روزه بگیره. امام میگوید از مثل مراد مثل معنوی مراد. و من النعم بیان ما هست. معنی اینطور میشه کسی که کشت صیدی را از شما متعمدن به عهده آن یک جزایی هست. اون جزا مثل اون چیزی باشد که میکشد حاجی محرم آن را من النعم از چارپاهای شکار، مثل آن باشد. این مثل معنویه. این من النعم بیان ما هست، جنس بیان ما طبق امام توجیه امام ابو حنیفه. حضرت امام شافعی میگه نه، من النعم این مثال، این بیان برای مثل. اون مثل از نعم باشد، چارپای باشد. اگر گورخری کشته تو گاوی بدهد، اگر ببرد حرام. اگر از ها کشته که توی ما هست کشته اصطلاح می بدهد. خب اون چیزهایی که مثل ندارن، مثل کبوتر و غیره، کبوتر هم مثل شما چی داری؟ لحاظا یا کبک هم مثل شما چی داری؟ اینا قیمت میکنی. اگر قیمتش گوسفندی شد خب همون گوسفندی میکنی میبریمش. یا مثلا کسی طاووسی بکشه او باید قیمت بشه. قیمتش را امام ابو حنیفه در هر حال قیمت میکنه. اگر قیمت بعد حیوانی شد مثل شتر و گاوی شد اونم میخریم و میبریم، نشد لحاظا اطعام میکنیم، همون قیمت را میبریم طعام میکنیم و به فقرا میدیم. یا برای هر اندازه صدقه فطر یک روزی روزه میگیره. بی این مثل امام میگوید زوا عدل صاحب عدل، یعنی قیمت سید را کشته این عدل دوتا ماهر که از شما باشند. بعد این امام صاحب میگه که هدیم بالغ کعبه، همین قیمت را هدیه بکنن، یعنی گاوی شتری گوسفندی که برسد به کعبه. این حال از ضمیر بهی
حکم کنند به آن دو صاحب عدل در حالی که او هدی باشد و برسه به خانه کعبه. امام شافعی میگه نه، صورتش قیمتش هر چقدر باشه، اگر بزرگویی نری کشته یک بزرگویی نری به حلی بده، حالا قیمتشون تفاوت دارن ندارن کاری نداشته. مثل سوری را حضرت امام شافعی ملاحظه میکنه. حضرت امام حنیفه مثل معنوی قیمته، اگر قیمت هدی بالغ الکعبه شد باشه او کفارتون طعام مساکین، یا مثل معنوی کفاره به گردن آن هست، یا اون مثل کفاره ای هست. کفاره چیه؟ طعام مساکینه، به هر مسکینی اندازه صدقه فطر بدهد. اگر نداشت اندازه صدقه فطر یک روز روزه بگیره. فرض کن 10 کیلو شدن و این ندارد 10 کیلو را بدهد، پس در برابر هر 2 کیلو یک روز روزه بگیره، 5 روز روزه بگیره. او عدل ذلك صیاما، یا برابری اینها اندازه صدقه فطر روزه بگیره، یک روز روزه، تا بچشد این انسانی که در احرام جنایت کرده نتیجه کارش را. اف الله اما سلف، در گذشته هر چی کرده خدا معاف کرده، خدا بخشیده. و من عاد، کسی باز عاد کنه 2 مرتبه شکار بکنه، علاوه کفاره مجازات اخروی هم است. فینتقم الله منه، الله تعالی از او انتقام میگیره. الله تعالی انتقام گیرنده است. والله عزیز ذو انتقام، الله توانایی دارد هر دفعه شما خلاف بکنید شما را مجازات کنه. صاحب انتقام هست، انتقام میگیره از شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.